نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از این برنامه شما عزیزان، و در این برنامه می توانید با ما تماس بگیرید، سوالات، پیشنهادات، انتقادات و موضوعاتی را که دوست دارید مطرح بکنید. از این منبر که منبر شما عزیزان هست می توانید به سمع بینندگان عزیز برسانید. مانند همیشه شماره تلفن برنامه را عزیزان زیرنویس خواهند کرد و شما بزرگواران می توانید از طریق واتساپ و همچنان مستقیما به این شماره تماس بگیرید و انشاءالله تماس های شما را در برنامه خواهیم داشت. شاید در هفته‌های گذشته بعضی موضوعاتی رو مطرح کردیم که بیشتر وقت برنامه رو گرفت و کمتر توانستیم به تماس های شما عزیزان پاسخ بدیم، اما در برنامه امروز سعی می‌کنیم بیشتر وقت رو به شما عزیزان اختصاص بدیم، اگر خدای نکرده مشکلی در تماس ها ایجاد نشه، چون بعضی اوقات به دلایل فنی یا بستن شماره ها تماس ها متوقف میشه و در اون صورت مجبور میشیم که موضوعاتی رو که عزیزان ما از طریق واتساپ یا از طریق پیامگیرهای شبکه برای ما فرستادن رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران بیان بکنیم. دوستان عزیز و گرامی، برای تماس گرفتن از طریق واتساپ اول باید شماره برنامه رو در موبایلتون حفظ بکنید و بعد از اون میتونید از طریق واتساپ زنگ بزنید و بدون مصرف انشاءالله در برنامه شرکت بکنید. و عزیزانی که در کشورهای اروپایی زندگی میکنن میتوانند که مستقیما به شماره برنامه هم زنگ بزنن، به همین شماره‌ای که در صفحه مانیتورتون خواهید دید. و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که از طریق صفحه یوتیوب و فیسبوک شبکه ندای حق با ما همراه هستند. یکی از عزیزان کلیپی رو برای ما فرستادن و از ما خواستن که در مورد این کلیپ صحبت بکنیم. کلیپی است که بعضی از عزیزانی که دلسوز جامعه هستن و یا به شکل فردی یا از طریق مؤسسه‌های خیری میخوان به انسانهای محتاج و انسانهایی که نیازمند هستن کمک بکنن. اولا در مورد کمک کردن به محتاجین و مستمندان و کسانی که فقیر هستند، این یکی از واجبات مسلمان ها هست که باید در فکر برادران و خواهران مسلمان خود باشند، خاصتا امروز که ما در افغانستان شاهد مشکلات اقتصادی فراوانی که بعد از چیزی در حدود 5 دهه جنگ و مشکلات مهاجرت و جنگ های داخلی، مداخلات خارجی و دزدی های کلانی که سیاستمداران و جنایتکارانی که در این 5 دهه به اشکال مختلف در مملکت حاکم شده بودند سبب شد که تعداد زیادی از هموطنان ما دچار مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی بشن در کشور و این رو میطلبه که کسانی که دارا هستند، کسانی که الله سبحانه و تعالی به آنها داده است، در راه الله سبحانه و تعالی انفاق بکنن و از این انسانهای محتاج و مستمند دستگیری بکنن. در این روزها میدونید که زمستان در راه هست و زمستان در کشورهای مانند افغانستان خیلی سخت و دشوار است برای خانواده هایی که
مستحق و محتاج می باشند. در حدیث قدسی ابو هریره رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که الله متعال می فرماید یا ابن آدم، ای فرزند آدم، انفق علیک، ای فرزند آدم، ای انسان، خرج بکن در راه الله سبحانه و تعالی، از فقرا و مستمندان دستگیری بکن تا که الله سبحانه و تعالی به تو نعمتهای خود را ارزانی کند و از تو دستگیری نماید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سیدنا بلال رضی الله تعالی عنه می‌فرمایند که انفق بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، ای بلال خرج کن در راه الله سبحانه و تعالی، به فقرا و مستمندان در راه الله سبحانه و تعالی کمک بکن و هیچ نترس. یعنی الله سبحانه و تعالی که صاحب عرش عظیم است، الله سبحانه و تعالی که خالق همه مخلوقات است، رزاق است، او به تو کمک خواهد کرد و از تو دستگیری خواهد کرد. همچنین الله سبحانه و تعالی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر می کند که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، از اموالشان، از اموال کسانی که دارا هستند، ثروتمند هستند، صدقه بگیر در راه الله سبحانه و تعالی. ببینید نه الله متعال به صدقات و خیرات ما نیاز دارد و نه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سود این به خود ما میرسد. برای چی؟ تطهرهم، تا که اینها را پاک بگردانی، و تزکیهم، و اینها را تزکیه بکنی. به وسیله چی؟ به وسیله این صدقه و خیراتی که در راه الله سبحانه و تعالی انجام میدن. از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه روایت است که میفرمایند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که باکروا بالصدقه، عجله کنید در صدقه دادن، فان البلاء لا یتخطاها، که این صدقه دفع بلاست، از بین برنده بلاست. و ما در بعضی از برنامه ذکر کردیم که یکی از اسباب دور شدن بلاها و آفتهایی که حتی مقدر شده است برای انسان و توسط الله سبحانه و تعالی تغییر می کند حتی عمر انسان، و بعضی از مصیبت هایی که مقدر شده است و در سر راه انسان وجود دارد، الله سبحانه و تعالی توسط صدقه دادن این بلاها رو از انسان ها دور می کند. همچنین از معاویه رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که صدقه پنهانی غضب الله سبحانه و تعالی را خاموش می کند، یا غضب الله سبحانه و تعالی را از انسان دور می کند. پس صدقه دادن، کمک کردن، دستگیری کردن از انسانهایی که محتاج هستند و نیاز دارند، نه تنها از مال ما نمی کاهد، بلکه به مال ما، به عمر ما، به زندگی ما، به خانواده ما برکت عطا می کند. یک حدیث قدسی زیبایی هست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت به فرزند آدم، یعنی به ما انسان ها، می فرماید که مرضت فلم تعدنی، من بیمار شدم تو مرا عیادت نکردی. قال یا رب کیف اعودک و انت رب العالمین، چطور من تو را عیادت بکنم در حالی که تو پروردگار عالمیان هستی. قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده، آیا فراموش کردی که فلان بنده من که دوست ما بود، همسایه ما بود، رفیق ما بود، خویش ما بود، مریض شد و تو را عیادت نکردی؟ چون می‌دانید که یکی از حقوقی که یک مسلمان به گردن مسلمان دیگر دارد این است که اگر بیمار شد به عیادتش برود. اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده،
اگر تو او را عیادت میکردی امروز پاداش اون عملی رو که انجام داده بودی در نزد من میافتی. باز الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنی، من از تو طعام خواستم، تو به من طعام ندادی، غذا ندادی. قال یا رب، میگه که پروردگارا کیف اطعمک و انت رب العالمین، چطور به تو غذا میدادم، یعنی به تو غذا کمک میکردم در حالی که تو پروردگار عالمیان هستی. قال اما علمت انه استطعمك عبدی فلان فلم تطعمه، یکی از بنده هایم فلانی از تو درخواست غذا کرد یا نیاز داشت که تو به او غذا بدهی، کمک بکنی، ولکن تو نکردی. اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي، آیا نمیدانی که اگر این کار رو میکردی و به او غذا کمک میکردی، شکم گرسنه‌ای رو سیر میکردی، امروز آن عملت را، پاداشش رو، جزایش را امروز در نزد من میافتی. بعد الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، آب خواستم از تو، تو به من آب ندادی. قال یا رب و کیف اسقیک و انت رب العالمین، چطور به تو غذا میدادم در حالی که چطور به تو آب میدادم، تشنگی تو رو برطرف میکردم در حالی که تو پروردگار عالمیان هستی، یعنی تو نیاز نداری. قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقه، فلان بندم از تو آب خواست، تشنه بود، اما تو به او توجه نکردی. چه بسیارن امروز در دور و بر ما، در روستای ما، در شهر ما، در نقاط مختلف کشور ما، که شاید در یک روستا، در یک کوچه یک چای آب است و مردم در گرما و در سرما در صفهای طولانی وای میستن. به خاطر چی؟ که یک سطل آب تمیز از اونجا پر کنن با خودشون ببرن. و چه بسیارند هموطنان ما که استطاعت این را دارن که حداقل در کوچه خود، در قریه خود، در زادگاه خود یکی، دو تا، سه تا چاه برای مردم بکنن تا کسانی که نیاز با آب آشامیدنی دارند از این آب استفاده بکنن. به هر زنده جانی که از این آب استفاده می کند الله سبحانه و تعالی به شما اجر و پاداش میدهد. هر لیوان آبی که اینها می نوشند الله سبحانه و تعالی به شما اجر و پاداش میدهد. و در سوره بقره الله سبحانه و تعالی آیه بسیار جالبی میفرماید که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به الله سبحانه و تعالی قرض الحسنه بدهد. شما تصور بکنین امروز اگر به یک انسانی، قومی، خیشی، دوستی، آشنای شما یک قرضی بدهید، چقدر منتدار شما خواهد بود، چقدر شما تعریف و تمجید خواهد کرد. الله سبحانه و تعالی میگه کیست که به الله سبحانه و تعالی قرض الحسنه بدهد، فیضاعفه له اضعافا کثیره، تا که الله سبحانه و تعالی رو چندین برابر برای او برگرداند. قرضی که الله سبحانه و تعالی از ما طلب می کند به خاطر این نیست که الله سبحانه و تعالی نیاز دارد. این قرضی که الله سبحانه و تعالی در اینجا ذکر می کند همین دستگیری، کمک به نیازمندان و به فقرا هست که این انفاق و این دستگیری یکی از ارکان مهم دین اسلام است، نه جزء ارکان پنجگانه، اصلا رکن اساسی انسانیت و اسلامیت و مؤمن بودن و مسلمان بودن است. در آیات متعددی الله سبحانه و تعالی این مسئله رو برای ما بیان می کند. بعد از ایمان مثلا می فرماید که قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، بگو به بندگانم، پیام میفرسته الله سبحانه و تعالی به من و شما، بگو به بندگانم، کسانی که ایمان آوردن، نماز برپا داشتن و از آنچه که به آنها رزق و روزی دادیم
در راه الله سبحانه و تعالی خرج کردن و خرج میکنن، هم پنهان و هم آشکار. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، قبل از اینکه روزی بیاید که در این روز نه خریدی است نه فروشی است، نمیتوانید نیکی رو به دست بیارید، نمیتوانید از کسی کمک بگیرید، نه کسی میتواند به شما کمک بکند. و این نیکی و کمکی که ما به دیگران میکنیم باید از بهترین و حلالترین و ممتازترین اموال ما باشد. بعضی از ماها عادت داریم که وقتی خواستیم به کسی کمک بکنیم، برنج تاریخ تیر شده، روغن تاریخ تیر شده، یا که بدترین غذایی که در خانه است که خود ما استفاده نمی کنیم، این رو به فقرا و مستمندان میدن. بیچاره این طلاب مدارس وقتی پشت خانه می آمدن به خاطر به اصطلاح وظیفه می گفتن، یا همون نانی که طلب می کردن، نانای خشک شده و خراب شده و چیزایی که در خانه استفاده نمی کردن رو با اونها می دادن، در حالی که الله سبحانه و تعالی می فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما اون نیکی و اون پاداش و اون احسانی رو که نیاز دارید و خواستارش هستید از الله سبحانه و تعالی به دست نمی آورید الا که از آن چیزی در راه الله سبحانه و تعالی انفاق بکنید که اونو دوست دارید. وقتی که دوست داری برنج درجه یک بسمتی بخوری، باید از همون کمک بکنی برای فقرا و محتاجین، نه اینکه بری بازار همون ارزان ترین و خراب ترین و بیکیفیت ترین برنجی که در بازار هست رو تو بگیری برای فقرا و مستمندان کمک بکنی. اما موضوعی که میخوایم امروز در موردش صحبت بکنیم، در چند سال اخیر بعد از این انقلابی که در سوشال میدیا و اینها رخ داد، بعضی از عزیزان ما هستن که کمک میکنن. من 3 طایفه رو در اینجا مورد خطاب قرار میدم. یکی کسانی که کمک میکنن، بیشتر اینها برادران و خواهران ما هستن که در اروپا و آمریکا زندگی میکنن. الله سبحانه و تعالی بهشون داده، یا تجارت میکنن یا از اون اموالی که بهشون کمک میشه از اون یا پسنداز میکنن و با نیت و قلب پاک میخوان برای فقرا و مستمندان کمک بکنن. نصیحت من به این عزیزان این است که وقتی شما پولتان را میخواید کمک بکنید، اولا سعی و تلاش بکنید، جستجو بکنید، اگر میشه خودتون برید و با دست خودتان این اموال رو و این پولهایی رو که میخواید کمک بکنید در بین مردم، در بین فقرا تقسیم بکنید. ثانیاً اگر خودتان نمیتوانید بروید، به دنبال کسانی باشید که انسانهای صادق باشن، انسانهای امین باشن که این پول شما را، این صدقات و خیرات شما را کامل و بدون کم و کاست به فقرا و مستمندان برسانند. سوم این که به جای اینکه مردم رو عادت بدید به گدایی و به اینکه محتاج شما باشن، هر سال و هر ماه به آنها کمک بکنید، تا حد توانتان بیایید برای مردم پروژه های اقتصادی که حالا لازم نیست که حتما مثلا کارخانه‌ای باشه که 1000 نفر و 2000 نفر کار بکنن. میشه که از پروژه های بسیار کوچک، پروژه های زراعتی مثلا کشاورزی شروع بکنید و مردم رو به کار بگمارید تا بتونن خودشون روزی حلال از آنجا کسب بکنن، کار کنن، زحمت بکشن و پول به دست بیارن. به این شکل به قول بعضیا میگن سرومی عادت دادن که طرف تو خونه بشینه که ماهانه مثلا از اروپا یا از آمریکا براش کمک میاد. به این شکل عادت دادن مردم رو به تنبلی، به گدایی یا گداپروری، این شایسته نیست. حالا شاید بعضی از کسانی باشن، خانوادهایی باشن، بیوه زنانی، یتیمانی، انسانهای بیماری، سالخورده‌ای که شاید نتونن کار بکنن، اینا مستثنا هستن، میشه به اینها از صدقات و خیرات کمک کرد. گروه دوم کسانی هستن که این کمک ها رو به مردم میرسانن و روی سخن ما در برنامه امروز با آنهاست. اینها کسانی هستن که صفحاتی دارن، در بعضی هستن که
به شکل پنهانی این کارا رو انجام میدن. حالا اگر گزارشی هم آماده بکنن بین خودشان و بین کسانی است که کمک میکنن، اما تعدادی از برادران ما هستن که از نیتها الله سبحانه و تعالی آگاه هست، صفحاتی درست کردن در یوتیوب، بعد به اشکال مختلف مردم رو در صفحات جمع میکنن، اونها رو به انواع مختلف خوار و ذلیل میکنن. شاید این نیتشان نباشه، اما این کاری که میکنن دقیقاً ذلیل کردن، خوار کردن، توهین و اهانت به یک انسان مستحق و انسان محتاج است. در صفهای طولانی مردم رو جمع کردن، بعد از اون این رو فیلم برداری کردن، تک تک مردان و زنانی رو که این کمک ها رو میگیرن از اونها فیلم گرفتن و اونها رو مجبور کردن که بیان اظهار شکر و سپاس بکنن از کسانی که به اینها کمک کردن. این عمل خیلی یک عمل زشتی است، عمل ناپسندی است. همونطوری که شما برای خودتون شخصیت دارید، همونطوری کسی که کمک کرده برای خود شخصیت داره، این فقیر و این محتاج و این انسان مستمند هم شخصیت داره. این هم یک انسان است. امروز امکان داشت که شما جای او قرار بگیرید، امکان داشت که همون کسی که کمک کرده شاید در جای این انسان قرار می گرفت. برای الله سبحانه و تعالی همه چیز. ما دیدیم در این 30-40 سال اخیر که چه انسان‌های قلدر و ثروتمندی بودن که در کوچه و بازار گدایی کردن و چه گداهایی بودن که قلدر و ثروتمند شدن. برای الله سبحانه و تعالی همه چیز آسان است، اما به این شکل مردم رو جمع کردن، فیلم گرفتن، چهره های اونها رو نشان دادن، این بازی کردن با آبرو و با حیثیت و با شخصیت مردم است. امروز برنامه‌های مونتاژ هست. شما اگر هدفتان این است که بعضیا دلیل میارن میگن ما به خاطر این فیلم برداری ها رو انجام میدیم که مردم تشویق شوند، بسیار خوب، کار خوبی است، مردم تشویق شوند، چهرهای کسانی که این کمک ها رو میگیرن بپوشانید. فردا تصور بکنید که فرزند همین شخص در یک مدرسه ای هست و همکلاسی های او فیلم پدرش را دیدن که در یک صف دریافت کمک وایستاده. بعد این خبرنگار یا این یوتیوبر میاد و با او مصاحبه میکنه، با عزتش، با شرفش، با حیثیتش بازی میکنه، حتی سوالایی میکنن که سوالایی که واقعا طرف در حرج واقع میشه، اما محتاج است، فقیر است، نیاز داره، تحمل میکنه، از دلش خدا خبر است، اما هیچی نمیگه. به خاطر چی؟ به خاطر که همون 4 قرانی رو که تو میخوای به او بدی بگیره، چون در پشت سرش خانواده ای است که به نان خوردن محتاج هستن. بعد این فیلمو میگیرن در یوتیوب، در فیسبوک، در اینجا نشر میکنن. خب اوکی، ما میگیم که شما مثلا به خاطر تشویق دیگر این کار انجام میدید، حداقل این چهره رو بپوشانید. امروز برنامه هایی است که میتونید فقط چهره یا اون شخص رو بپوشانید، ملامحش رو بپوشانید که اصلا شناخته نشود، از اسمش نپرسید، از قریه و از کوچه و گذرش نپرسید. حتی کسی که کمک میکند حتما باید اسمش ذکر شود که فلانی جان، فرزند فلانی جان، یا بیبی فلانی یا آقای فلانی انقدر کمک کرده برای فلانی. در اینجا خطر ریا وجود دارد و ریا یکی از ابواب نفاق است. ریا شرک خفی است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند آنچه که میترسم برای شما شرک خفی است. شرک خفی که انسان یک عملی رو که مثلا صدقه دادن، خیرات دادن، زکات دادن، کمک کردن به مردم، این عملی است که باید در او اخلاص باشد. اخلاص به این معنی که این عمل خاص برای الله سبحانه و تعالی باشد. به مجردی که شما هدفتان این شد که اسمی از شما گرفته شود، 4 نفر مردم ببینن که شما به فلانی کمک کردید، به اندازی یک سر سوزن در قلب شما این احساس ایجاد شود، این می شود شرک پنهان. چون شما تعدادی از انسانهایی رو که شما از اونها توقع تعریف و تمجید خود را دارید رو در این اخلاص شریک کردید. اخلاص یعنی چی؟
خاص یک عبادت رو انسان برای الله سبحانه و تعالی انجام میده و توقع این رو هم نداشته باشید مادامی که پولتان رو دادید به یک انسان که فکر میکنید صادق و امین است، میتوانید یک فیلمی، تصویری، عکسی، گزارش پنهانی بین شما و بین طرف باشد اگر میخواهید یقین حاصل بکنید که این کمک های شما به دست مستحقین رسیده، نه اینکه طرف بیاد این رو در سوشال میدیا پخش بکنه. اصلا مثل بازی های تلویزیونی برای مردم اشکال و انواع مختلف بازی هایی رو درست کردن و خنده و شوخی و مسخره کردن مسلمان ها. واقعا این کارهایی است که شایسته مسلمان و یک انسان مؤمن، انسانی که به الله سبحانه و تعالی اعتقاد دارد نیست. من یک دو تا کلیپی رو که دوستان فرستادن این رو خدمت شما عزیزان پخش میکنم، ببینید که با چه وضعیتی با آبروی مردم بازی میکنم. این قابکای جادویی است پدر جان. خب ایناله یک تانه انتخاب کن. امیر انتخاب کردی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با پدر حشمت الله جان از کانادا مبلغ 4900 افغانی روان کرده. بله باش که پول نقده برات جای بجای صحیح است؟ اینه 1 2 3 4 4500 پدر جان بگیره. 1 2 3 4 4900 افغانی. اینه پدر جان عزیز. خب بسیار خوب. نفر دوم کیمه؟ خودت می؟ خب بسیار خوب. اینه جک خیبی خودت انتخاب کن سر هر کدام سر هر کدام که آب انداختی ام از خودت است. بسم الله. با مختار جان ایدری از امریکا مبلغ 3400 افغانی روان کرده که از جمله 2000 افغانی چه برات سودا خریداری شده، 1400 افغانی پول نقد داره. تشکر. خیر ببینید. بله عزیزان، این نمونه بود از مثل یک بازی، مثل یک سرگرمی درست کردن برای مردم. یعنی حتی امروز در افغانستان همین امکانات تماس ویدیویی از طریق واتساپ و بقیه برنامه وجود داره. طرف کمک کرده، میری در خانه یک محتاج، یک تماس ویدیویی میگیری با طرف، با فلانی جان که از کانادا کمک کرده، برادر تو مثلا اینقدر فرستاده بودی، این طرف دوربین رو برگردان، بهش این پول رو دادم، خاطر جمع باشه. نیاز نیست که اینها رو بگیرید به این شکل در صفحات اجتماعی پخش بکنید و با روی مردم بازی بکنید. کلیپ دیگری رو هم میبینیم. این انتخاب میکنی یا ایره؟ این انتخاب میکنی. وای ماشاءالله ماشاءالله. یعنی که داخل از جیسه که چی هسته واسش کسایی که چیه؟ ای ماشاءالله ای ماشاءالله ای ماشاءالله. نه واس کسایی که چی هسته؟ خداوند کمک نکنه. عجب ماشاءالله. اینه پدره. 1 2 3 4 5000 افغانی. خیر باشی خداوند. در چیزی بزنی خداوند تو تو گنج کمال کنه. آمین سلامت باشی. نوش جانت پدر. واقعا که بسیار طالبان بودی پدر جان. این نانم از خودت باشه پدر. خداوند کمک نکنه. رفتیم پدر. الله نگهدار. السلام علیکم. یعنی شما می توانید چهرهای این اشخاص رو بپوشانید تا که حداقل کسی نشناسه، شاید فامیلی، خیشی، فرزندی، نوهی. شما کجا میدانید که این طرف مثلا قبلا چی کاره بوده، چه انسان با آبرویی بوده؟ امروز روزگار اینطوری شده که تلک الایام نداولها بین الناس، محتاج شده، فقیر شده. شما بیایید با آبروی مردم به این شکل بازی بکنید و مردم رو
تصاویرشون رو پخش بکنید. چقدر طرف شخصیتش خورد میشه، چقدر دلش میشکنه و ما نباید که این گونه با مردم رفتار بکنیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره بقره آیه 262 یک نصیحت بسیار زیبایی رو برای ما میگه که ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که انفاق میکنن، کمک میکنن به دیگران و بعد از اینکه انفاق کردن، کمک کردن، منت نمیگذارند، اذیت نمیکنند، منت نمیگذارند و اذیت نمیکنند. چه بسیار هستن امروز کسانی که یک چارقرانی به کسی کمک بکنن، هر روز به رخش میکشن که اگر من به تو کمک نمیکردم تو فلان میشدی، من بودم که به تو کمک کردم، فلان یادت رفته که من فلان عملی رو برای تو انجام دادم. اگر برای الله متعال انجام دادی که نباید ذکر بکنی، پاداشش هم از الله متعال میگیری. اذیت، باور کنید هیچ انسانی که با شخصیت باشه، با آبرو باشه، با عزت باشه، به این راضی نمیشه که کسی بیاد اینطوری فیلم ازش بگیره بعد پخش بکنه. بسیار این کسا شاید اصلا خبر ندارن از اینکه ازشون فیلم گرفته شده و تو میای این فیلم ها رو پخش میکنی و آبروی اینها رو میبری. این اذیت است، این همان اذیتی است که الله سبحانه و تعالی از او منع کرده. کسانی که منت نمیگذارن، اذیت هم نمی کنند و در این اذیت اگر کسانی که کمک کردنم راضی باشند، اونها هم از نه تنها که اجر و پاداشی نخواهند گرفت بلکه گناهکارم میشن به خاطر اذیت کردن یک مسلمان. کسی که منت نمیگذاره، اذیت نمیکنه، الله متعال چی میگه؟ لهم اجرهم عند ربهم، پاداش آنها در نزد الله سبحانه و تعالی است. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی بر آنهاست و نه اندوهگین میشوند. کسانی که وقتی انفاق میکنن مردم را اذیت نمیکنن. ببینید الله متعال میفهمد که و ما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم. شما هر خیری که انجام بدید، هر انفاقی که در راه الله متعال بکنید، الله سبحانه و تعالی به او آگاه است. نیاز نیست که مردم آگاه بشن، کافی است که الله سبحانه و تعالی آگاه است. الله متعال از قلب شما، از نیت شما، از اعمال شما آگاه است. و همچنین یک احساس دیگری که ما باید داشته باشیم وقتی که کمک میکنیم به دیگران این است که و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم. هر خیری، هر کمکی، هر مساعدتی، هر دستگیری که از دیگران میکنید در حقیقت این عمل رو برای خودتان انجام دادید. میدانید برای کدام روز؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، در روز قیامت، روزی که نه مال به دردت میخوره و نه فرزند به دردت میخوره. در اون روز همین اعمال خیری که اگر با اخلاص، بدون منت و بدون اذیت کرده باشی، همین ها است که چی میشه؟ در پیشگاه الله سبحانه و تعالی به دردت میخوره. الذين ينفقون في السراء والضراء، کسانی که در زمان آسایش و در زمان سختی در هر حالت انفاق میکنن، از مردم دستگیری میکنن. بعضیا به این فکر هستن که والا وضع تجارتمون خراب است، وضع زندگیمون خراب است، مشکلات داریم، حالا نمیتونیم کمک بکنیم. خیلی ها رو میبینید که در وقتی که مثلا حالا کمی درآمدشون کم میشه دست نگه میدارن، در حالی که قضیه باید کاملا برعکس باشه. انسان در وقتی که سختی‌ها و مشکلاتش زیاد میشه، در اون هنگام باید بیشتر به فکر اعمال خیر باشه تا اینکه الله سبحانه و تعالی مشکلات و سختی‌هاشو برایش آسان بکنه. دعای یک انسان مستمندی، یک انسان محتاجی که شما از او دستگیری کردید،
و از ته دل برای شما دعا میکنه در پیشگاه الله سبحانه و تعالی خیلی مرتبه بالایی داره. بین انسانی که محتاج است، انسانی که مضطر است، انسانی که درمانده است و بین الله سبحانه و تعالی هیچ حجابی نیست. یکی از صفات مؤمن و منافق را خدمت شما عزیزان بیان بکنم که انسان مؤمن نیتش بهتر از عملش هست. انسان‌های مؤمن اگر عملی هم انجام ندادن حداقل نیت خوب دارن و انسان‌های منافق عملشان بهتر از نیتشان است. مردم می‌بینن اعمالشان رو، به به چه اعمال خوبی انجام دادن، اما نیت صفر. این صفت رو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بیان میکنن. در سوره بقره در آیه 264 الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. ای مؤمنین، ای کسانی که کمک میکنید به مردم، این صدقه های خودتان را، این خیراتتان را، این کمک هایتان را با منت کردن، با منت گذاشتن و با اذیت کردن مردم باطل نکنید. باور کنید همین پیرمردی که همین 4600 افغانی بهش داده شد، به اندازه یک سر سوزن اگر بدش آمده باشه از این فیلم برداری کردن و از این به اصطلاح نمایشنامه و تئاتری که درست کردن، این صدقه و این کمک هیچ اجر و پاداشی ندارد و در نزد الله سبحانه و تعالی باطل است. اگر در پی این نیستید که الله سبحانه و تعالی این رو به عنوان یک صدقه و عمل خیر شما قبول بکند، هر کاری دلتون میخواد بکنید و از الله سبحانه و تعالی هم طمع و توقع پاداشی نداشته باشید در روزی که یوم لا ینفع مال ولا بنون. در سوره نساء الله سبحانه و تعالی میفرماید که والذین ينفقون اموالهم ریاء الناس، کسانی که اموالشون رو به خاطر ریا، برای مردم، به خاطر اینکه خودشون رو نشان بدن برای مردم. یک وقت یک جای مدرسه‌ای بود، یک شخصی تاجری اومده بود، گفته بود که من میخوام برای این مدرسه به اصطلاح کولر کمک بکنم، برای هر صنف درسی یک کولر کمک بکنم، منتها به شرطی که در تابلوی مدرسه بنویسید مدرسه دینی فلان ابن فلان. این انسان منافق است، این نفاق عملی است. این انسان این عمل رو به خاطر الله سبحانه و تعالی انجام نمیده، فقط این انجام میده که مردم بگن که وای فلان ابن فلان مدرسه داره در فلان جای. کسانی که والذین ينفقون اموالهم ریاء الناس، کسانی که اموالشان رو به خاطر ریا، به خاطر اینکه مردم از اونا تعریف و تمجید بکنن خرج میکنن، اینها رو الله سبحانه و تعالی در کنار کی قرار داده؟ ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، در کنار کسانی که نه به الله ایمان دارن و نه به روز آخرت. رفیقشان کی است؟ شیطان. و من یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، کسی که همنشین شیطان است. این وسوسه ها، این ریاکاری ها، این که مردم رو در صفهای طولانی جمع بکن، فیلم بگیر، پخش بکن، کانال یوتیوب بیشتر به اصطلاح پربارتر بشه، اینها الله سبحانه و تعالی نیت های انسان ها رو درست بکنه. ما کسی رو به خاطر همین تصاویر رو ما پوشاندیم، نشان ندادیم، ما کسی رو به عینی متهم نمی کنیم، اما در اینجا خطر نفاق هست. الله سبحانه و تعالی کسانی رو که به خاطر مردم، به خاطر تعریف و تمجید مردم این کارا رو انجام میدن، اینها رو رفیق شیطان نامیده، یا دوست اینها، رفیق اینها، همنشین اینها شیطان است. در سوره بقره الله سبحانه و تعالی چقدر جالب میفرماید که قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى والله غنی حلیم. یک گپ خوب،
یک لطف خوش، یک اخلاق خیلی بهتر است از صدقه‌ای که، خیراتی که، کمکی که به دنبالش اذیت مردم باشه، آبروریزی مردم باشه، با شخصیت و با عواطف و با احساسات مردم بازی کردن باشه. میگه حرف خوب، یک حرف خوب زدن، یک اخلاق خوب کردن بدون اینکه کمک بکنی خیلی بهتر است از این که شما میلیون کمک بکن به کسی و در پی آن اذیت و آزار اون طرف باشه، منت گذاشتن باشه، آبروریزی طرف باشه، با شخصیت طرف، با عواطف و احساسات طرف بازی کردن باشه. این رو باید ما همیشه در نظر بگیریم که این اموالی که در راه الله سبحانه و تعالی کمک میکنیم، انفاق میکنیم، به خاطر نجات خودمان هست. به خاطر این است که ما در مقابل هر روپیه‌ای که کمک میکنیم، هر دلاری که کمک میکنیم، تا 700 برابر الله سبحانه و تعالی برای ما نیکی و حسنات میدهد در روزی که ما به یک حسنه نیاز داریم، در روزی که به یک ثواب نیاز داریم. شاید این میزان اعمال ما رو یک ثواب سنگین کرد و ما از جهنم نجات پیدا کردیم. یکی از مسائل دیگری که در اینجا نیاز است یادآوری بکنم این است که بعضیا در زندگی خودشون هیچ کاری نمی کنن. بعد از اینکه از دنیا رفتن، فرزندانشون، نوه‌هاشون، بازمانده‌هاشون میان هزاران، ده ها هزار و صدها هزار رو در راه الله متعال خرج میکنن. در روایت آمده است که درهم تنفقه فی حیاتک، یک درهمی رو که در زندگی خود خرج بکنی در راه الله سبحانه و تعالی، خیر من 100,000 ينفق بعد مماتک، بهتر از 100,000 درهمی است که بعد از مرگ تو خرج می شود. در یک روایتی میگن که یک انباری بود از خرما، طرف بعد از اینکه فوت کرد بازمانده‌هاش اومدن این انبار خرما، این رو همه رو خیرات دادن. مردم آمدن و بار کردن و بردن. فکر میکنم سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این رو تقسیم میکرد. آخر که داشتن جمع میکردن، یک عدد خرمای همینطور سالم هم نبود، یعنی نصفش خراب شده رو بر میداره ایشان، میگه اگر این رو یا نصف این رو در زندگی خودش این نفر خیرات میداد، صدقه میداد، کمک میکرد، ثوابش بیشتر از این انباری بود که امروز خالی شد. سبحان الله. چون وقتی که انسان از این دنیا میمیره، از این اموال و ماشین و خونه و پول و حسابهای بانکی هیچی رو با خودش نمیبره. 2 قطعه کفن است که شاید قیمتش $1 هم نرسه. تنها همین رو با خودش میبره. و حتی همونایی که قبلا طلا و جواهرات و ثروت‌هاشون رو با خودشون دفن کرده بودن، بعد از 1000 سال، 700 سال، 800 سال، 900 سال میبینید که باستانشناسا از قبراشون در میارن و در موزه ها به نمایش میگذارن. هیچ کس هیچ چیز رو با خودش نمیتونه اون دنیا ببره از مادیات این دنیا غیر از عمل صالح. حتی الله سبحانه و تعالی نکوهش میکنه کسانی که والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. کسانی که این طلا و نقره و ثروت‌های دنیا رو جمع میکنن، پنهان میکنن، خرج نمیکنن در راه الله سبحانه و تعالی، میگه آنها را بشارت بده به عذاب دردناک. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم
هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. میگه روزی که همین طلاها و جواهرات و همین پولهایی رو که در دنیا جمع کرده بودن در آتش جهنم گداخته می شود. بعد از اون مثل اتو میان چهره های اینها رو، بغل های اینها رو، بدن اینها رو باهاش می سوزانند. میگن بخورید، کیف کنید، این همان چیزایی است که در دنیا برای خودتون شما جمع کرده بودید. بچشید مزه آن چیزایی رو که در دنیا جمع کرده بودید. انسان عاقل، یک انسان هوشیار، انسان مؤمن کسی است که برای حیات ابدی خودش پسنداز بکنه، نه برای حیات زودگذر دنیا. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که مثال ما در این دنیا مثل یک عابر سبیل است، یک کسی که از یک راهی میگذرد، زیر یک درختی چند لحظه ای استراحت میکنه، یک کمی غذا میخوره، یک کمی آب میخوره، بعد از اون به راهش ادامه میده. همین مدتی که زیر درخت استراحت کرد، زندگی دنیا همینقدر است. دیروز نوجوان بودی، امروز پیر شدی، امروز به سن 40-50 رسیدی، 10-12 سال 20 سال 30 سال بعد نام و نشانت نیست. در این 100 سال بعد اصلا کسی ذکرت هم نمیکنه. تنها از چه چیز ذکر میشه؟ از علمش، از خدماتش، از صدقات جاریش، از نفعی که به مردم رسانده. در باره این آیت ان تبدوا الصدقات فنعم هي و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. در سوره بقره آیه 271 الله متعال می‌فرماید که اگر این صدقه دادن‌هایتان را، کمک‌هایتان را آشکار بکنید خوب، و اگر پنهان بکنید و به فقرا بدهید این بهتر است برای شما. امام ابن کثیر رحمت الله علیه می‌فرماید که میگه در این آیت دلالت است که پنهان کردن صدقه و کمک کردن به مردم بهتر است از اظهار کردن آن. به خاطر چی؟ به خاطری که پنهان کردن صدقه انسان رو از ریا دور میکنه، مگر اینکه مصلحتی وجود داشته باشد در اظهار کردنش، و اینکه انسان به اصطلاح پیشوای مردم بشه و راهنمای مردم بشه برای یک کار خوب، برای یک کار پسندیده. بهتر از این است که انسان مردم رو به طرف یک کار زشتی تشویق بکنه. آیسته این عادت بشه، هر کسی هر جایی کمک کرد یک دوربینی هم دستش باشه از این فیلم برداری بکنه که این کار خیلی زشتی است. 7 گروه هستن، من در بعضی از کلیپ ها در موردشان صحبت کرده بودم. 7 گروهی هستن که در روز قیامت 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 گروهی هستن که الله متعال اینها رو در سایه عرش، در سایه خود در روز قیامت که انسان در آن گرمی که آفتاب میگن به اندازه یک نیزه به سرهای انسانها نزدیک میشود و انسانها در عرق غرق میشوند، در اون حالت 7 گروه هستن که فقط این 7 گروه در زیر سایه هستن، سایه عرش الهی. از جمله کی است؟ امام عادل، پادشاهی، رئیس جمهوری، امیرالمومنینی که عادل باشه. دو شخصی که برای الله سبحانه و تعالی همدیگر رو دوست داشته باشن، به اصطلاح امروز 2 برادر مسلمان، 2 برادر ایمانی باشن. و رجل تصدق بصدقه فاخفاها، و مردی که صدقه داد، خیراتی داد پنهانی، حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه،
به اندازه پنهان صدقه میده که دست چپش خبر نمیشه که دست راستش چقدر صدقه داره. کنایه است، اما باور کنید همچین انسانهایی وجود داره. من کسانی رو دیدم که دست کردن در جیبشون، به فقیر کمک کرده، خودش هم نفهمیده که چقدر داده. و خیلی سخت است این گونه انسان بودن. چرا این 7 گروه رو الله سبحانه و تعالی ذکر میکنه؟ خیلی سخت است یک پادشاه، یک رئیس جمهور، یک حاکم عادل بودن. کم پیدا میشه. خیلی کم است که در این دنیا 2 نفر فقط به خاطر الله هم دیگر رو دوست داشته باشن، هیچ گونه مصلحتی وجود نداشته باشه. شخص دیگر کسی است که یک زن صاحب جمال، زیبارو، صاحب مال، صاحب منصب او را به زنا دعوت بکنه و این انسان بگه که من از الله میترسم. خیلی سخت است. خیلی کم پیدا میشه این گونه انسان. و کسی که طوری پنهان صدقه بده که دست راستش خبر نشه که دست چپش چقدر صدقه داد. امام ترمذی رحمت الله علیه میفرمایند که صدقه سر در نزد علما و اهل علم بهتر از صدقه‌ای که آشکارا باشد، به خاطر اینکه انسان رو از ریا و از عجب دور میکند. و شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه میفرماید که از تمام اخلاص مهمترین رکن قبولی عبادت است. اخلاص، فقط برای الله سبحانه و تعالی انجام دادن. میگه که اخلاص کامل این است که انسان وقتی که عملی رو، عبادتی رو انجام میدهد، مردم او را نبینند. طرف داشت نماز میخوند خیلی با خشوع و خضوع، کسی اومد گفت که ماشاءالله، به دوستش گفت عجب ببین چه نمازش چقدر. میگه دارم اون وسط نماز صدا کرد گفت روزه هم هستم. متاسفانه بعضی مردم زندگیشون همین شده که همه اعمالشون، همه کردارشون فقط به خاطر این است که مردم اون رو ببینن. و مصیبت دیگر این موبایل هایی که امروز طرف استوری میگذاره فعلا در دروازه حرم هستن، لحظه بعد عکس میگذاره الان در حالت طواف هستن، لحظه دیگر عکس میگذاره الان وارد صفا و مروه شدم، الان دارم صدقه میدم، الان دارم نماز میخوانم. این گونه اعمال عبادت های انسان رو باطل میکنه. در قرآن کریم این گونه عبادت ها به هباء منثورا، گرد و غباری که در هوا پراکنده باشه. در روز قیامت میارن طرف رو، همه این اعمالی رو که انجام داده، طرف میبینه واو چقدر عبادت، چقدر اعمال خوب. همه اینا رو الله سبحانه و تعالی جلوش میاره، اینم دیگه داره کیف میکنه. یک مرتبه این تبدیل میشه به گرد و غبار در هوا. هباء منثورا، اگر گاهی اوقات در خانه دیده باشید که خانه رو جارو بیزدن، خاصا سابق که مثلا با جارای دستی جارو میزدن، یک چیز رو بتکانند، از پنجره وقتی نور آفتاب بزنه داخل خانه تاریک، یک شعاع آفتاب که با این ذراتی که وجود داره در هوا در خانه برخورد میکرد، یک تونلی از روشنی رو تشکیل میداد. هوا منثورا یعنی همین گرد و غباری که این گونه در هوا وجود داره. بعد الله متعال به این طرف میگه که جمع کن یا رب، من تو اعمال شایسته من رو، این همه صدقات و خیرات من رو، همه اینا رو تبدیل به گرد و غبار کردی، در هوا پراکنده کردی، هرچی این طرف میزنه هیچ دستش نمیاد. یا رب چرا اینطوری شد؟ گفت مگه اینها رو به خاطر ریا انجام نداده بودی که مردم ازت تعریف بکنم؟ جمع کن الان. و در روایت دیگری میگن که وقتی که این اعمالش رو میارند، میگه برای چی انجام دادی؟ میگه به خاطر تو یا الله. میگه نه والله به خاطر این انجام دادی که مردم ازت تعریف بکنن، عجب آجی صاحب، ماشاءالله چه انسان خیری، چه انسان خوبی. میگه برو الان از همون انسانهایی که به خاطرشون این اعمالت رو انجام دادی، برو اجر و پاداش رو از اونها طلب بکن.
میره پیش اون طردش میکنه، میره پیش اون جوابش نمیده، میره پیش اون میگه من خودم گرفتارم، تو اومدی که من به تو کمک بکنم. همه اعمالش رو نابود میکنه. شیخ ابن عثیمین در ادامه میفرماید که اگر که این کار در سر انجام بگیره، این بهتر است و نافعتر است، فایده‌مندتر است برای قلب انسان، که اخلاص محلش قلب است، نیت محلش قلب است. مردم خبر ندارن و برای خشوع و برای بازگشت به سوی الله سبحانه و تعالی. و اگر میگه کسی اعلان میکنه به خاطر مصلحت اسلام، به خاطر مصلحت مسلمان ها باشه، نه برای تعریف، نه برای تمجید، نه برای اینکه مردم بگن که به به عجب انسان خوبی است، یا هدف این باشه که بقیه مردم اقتدا بکنن به اون، اما نه اینکه به قیمت آبروریزی مردم، با قیمت بازی کردن با حیثیت مردم، با آبروی مردم، آبروی مردم رو بردن در سوشال میدیا، در جلوی دوربین. و همچنین امام طبرانی میگه که صدقه رو پنهان کردنش افضلتر است از اینکه انسان اعلان بکنه. و دلیل این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که صدقه السر تطفی غضب الرب، صدقه پنهان غضب الله سبحانه و تعالی رو از انسان چیکار میکنه؟ دور میکنه. پس این عزیزان و این انسانهای خیری که میخواهن از مردم دستگیری بکنن و از کمک بکنن به مردم، این نکات مهم رو در نظر بگیرن که خدای نکرده اعمالشان در پیشگاه الله سبحانه و تعالی نابود نشه. بریم سراغ کامنت های عزیزانی که در یوتیوب نوشتن. عزیزی نوشته آیا به ارواح مردگان صدقه داده می شود؟ ببینید، عمل صالحی که فرزندان یک انسانی انجام می دهند، پدر و مادرش از اجر و پاداش این عمل صالح مستفید می شوند. مثلا فرزندی بیاد قرآن تلاوت بکنه، این که قرآن تلاوت کرده، تعلیم قرآن داشته، سببش کی بوده؟ سببش پدر و مادرش بودن. همونا بزرگش کردن، همونا کمکش کردن، همونا دستگیری کردن ازش تا این انسان تونسته که مثلا بره قرآن حفظ بکنه، یا دکتر بشه، مهندس بشه، به مردم خدمت بکنه، یا مأموری بشه در یک ارگان دولتی که با مردم با اخلاق و با رویه خوب برخورد بکنه. همه اینا صدقه است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند ابتسامتک فی وجه اخیک صدقه. این تبسمی که برای برادر مسلمانت میزنی، این خودش صدقه است. دور کردن یک اماطة الاذى عن الطریق، دور کردن یک سنگی، یک مانعی که در یک راهی باشه و مردم را اذیت بکنه، صدقه است. صدقه زیاد است، یعنی تنها این نیست که شما فقط پول به مردم کمک بکنی، این صدقه است و خیرات است و عمل خوب است. در آیه شریفه الله سبحانه و تعالی قول معروف، یک سخن خوب، یک حرف خوب. باور کنید گاهی اوقات صبح زود مثلا از خونه خارج میشی، یک انسانی رو سر راه برخورد میکنه، بعد یک حرف خوب میزنه، اصلا کل مورال انسان رو عوض میکنه، کلا اخلاق انسان رو عوض میکنه. اون روز رو اصلا با یک خوشحالی و با یک مسرت انسان شروع میکنه. برعکس یک کسی که مثلا میاد یک حرف زشتی، یک حرکت بدی رو انجام میده، باور کن کل روز انسان رو خراب میکنه. پس هر عمل نیکی که یک فرزند انجام بده، اجر و پاداشش برای پدر و مادرش میرسه. اصل بر این است که
وقتی که انسان از دنیا میره، اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث، وقتی که انسانی از این دنیا میره اعمالش، نامه اعمالش بسته میشه، همه اعمالش نامش بسته میشه، دفتر اعمالش بسته میشه، فقط 3 چیز باز است. ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که برایش دعا بکند، قرآن بخونه، ختم قرآن بکنه، برای مردم یعنی تعلیم قرآن بده، بعد از اون در حق پدر و مادرش دعا بکنه، به مردم خیرات بده، صدقات بده، در حق پدر و مادرش دعا بکنه و حتی همین خیرات و صدقات رو از طرف به اصطلاح بگه بارالله اجر و پاداش این رو برای پدر و مادرم بنویس. همه اینا میرسه به پدر و مادر انسان. ولد صالح یدعو له. و صدقه جاریه، صدقه جاریه باشه، پلی درست کرده، بیمارستانی درست کرده، مکتب و مدرسه‌ای درست کرده، راهی رو انبار کرده برای مردم، برای محتاجین خانه‌ای درست کرده. تا وقتی که این بناهایی که درست کرده اینها وجود داره، پاداش و اجر این اعمال در نامه اعمال این کسی که مرده میرسه. من گاهی اوقات فکر میکنم مثلا یک بیمارستانی هست 700 سال پیش فلان شخص درست کرده، تا هنوزم مردم دارن از این ساختمان به عنوان بیمارستان استفاده میکنن. در بعضی از کشورها هست روزانه صدها بیمار در آنجا تداوی میشن، علاج میشن. سبحان الله، این شخص الان مرده 700 سال، 600 سال، 500 سال، 100 سال، 10 سال، این همه اجر و پاداش. و علمی که مردم از او استفاده بکنن. شما تصور کنید امروز امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام طبرانی، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، این همه علما، این همه مفکرین، این همه انسان‌هایی که علم نافع از اونها مانده. نه تنها اونا، حتی عالم دینداری که در طب، در انجینری، در علوم اداره، در همه علوم دنیوی، علومی که به مردم نفعی رسانده باشه و اون کسی که پایه‌گذار این علم باشه، کتابی نوشته باشه، فکر و اندیشه‌ای رو پایه‌گذاری کرده باشه و انسان مؤمن باشه، این صدقه جاری است. تا روزی که از این علم مردم استفاده میکنن، اجر و پاداشش برای اون طرف میرسد. بیننده از این نوشتن که در آخر زمان چند تا مذهب باقی میماند، آیش یه تا چه وقت، تا چه زمانی هست؟ ببینید برادر عزیز و گرامی، در آخر زمان اتفاقا فرقه ها و مذاهب و افکار گوناگون زیاد می شود، طبق احادیثی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است. تا زمانی که حضرت مهدی به دنیا میاد، ما اعتقاد داریم که به دنیا میان، شیعیان اعتقاد دارن که به دنیا آمده و در غیبت رفته و این علامات کبرای قیامت هست. بعد از اون آنچه که برداشت میشه از روایات و احادیث این است که افکار و گروه ها و مذاهب باطل و گمراهی که هستن، همه اینها نابود میشن، چون اکثر این مذاهب و گروه ها و ادیان باطل میرن در صف دجال، میرن در صف کفار. همونطوری که میدانید جنگ و درگیری بین پیروان امام مهدی و پیروان دجال رخ میده و چون اکثر این گروه ها و فرقه های باطل در لشکر دجال هستن، اینها نابود میشن، یا با خسف یعنی فرو رفتن در زمین یا در جنگ، بر شکلی که باشه. و در بعد از اون فتنه ها و مذاهب و افکار گمراه کن از بین میره و بعد از اون دوباره مردم گمراه میشن و اون انگامی است که دیگه قیامت برپا میشه و کل دنیا از بین میره و انسان ها
دوباره برانگیخته میشن و حساب و کتاب میشن و اهل بهشت به بهشت میرن و اهل جهنم به جهنم. بیننده نوشتن که آیا نوشتن آیات قرآن در کفن یک زن درست است؟ نوشتن آیات قرآن در کفن چه مرد چه زن درست نیست. اصلا نوشتن آیات قرآن در کفن، خیس کردن کفن مثلا با آب زمزم یا مالیدنش به خاک کربلا، یا که انداختن مثلا چادری که روی او آیات قرآنی نوشته باشه بالای جنازه یا در داخل قبر یا در لحد، یا اینکه طرف را اصلا بیارن با 100 تا قرآن هم دفن بکنن، اینها هیچ سود و ضرری به طرف نمیرساند، هیچ فایده‌ای به حال طرف ندارد. در هیچ روایتی، در هیچ آیه قرآنی، در هیچ حدیثی به ما ارشاد نشده که وقتی که یک انسان مسلمان میمیره باید مثلا در کفنش آیاتی رو بنویسن یا که بر روی او پارچه‌ای از که در او آیات قرآنی باشه قرار بدن. هیچ کدام اینها در دین مبین اسلام جایی نداره و ذکر نشده است و اینها بدعت هایی است که مردم انجام میدن و هیچ سود و ضرری به حال مرده ندارد. هر کسی که از دنیا میره کل نفس بما کسبت رهین، انسان در گرو آنچه که اعمالش انجام داده، آن اعمالی که انجام داده انسان در گرو آن است. والله طرف جنایتکار است، طرف فاسق و فاجر است، طرف بینماز است، طرف دزد و زناکار است، شما رو بگیرید با آب زمزم غسلش بدید و در داخل زیارتگاه و در کنار قبر فلان ولی و حتی در بقیع ببرید دفنش بکنید، هیچ سود و زیانی به حال او ندارد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه زهرا سیدة النساء العالمین رضی الله تعالی عنها فرمودن که ای فاطمه، از مال من در دنیا هر چه میخواهی بردار، هر چه دوست داری بگو که به تو در این دنیا بدهم، خودت را از آتش دوزخ خودت برهان، من هیچ سود و زیانی نمیتوانم به تو برسانم. متاسفانه بعضی از مردم امروز فکر میکنن اگر سید باشن و اگر فرزند فلان عالم و فلان از فلان نسل باشند اینها سود و زیانی برایشون داره. خب اگر سود و زیان برایشون میداشت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها، پیامبر صلی الله علیه و سلم همچین حرفی رو بهش نمیزد، بهش میگفت که فاطمه واسه نخور، من شفاعتتو میکنم، تو رو نجات میدم. گفت یا صفیه یا عمت رسول الله، ای صفیه ای عمه رسول الله، خودت را از آتش جهنم برهان که من در آنجا نمیتوانم برای تو کاری بکنم. همه ما پاسخگوی اعمال خودمان هستیم و هیچ کس نمیتواند در آن دنیا به ما سود و ضرری برساند. آنچه که مسئله شفاعت شهدا هست و مسئله اینا هست، اینا همه مسئله جداگانه است که بعضی خلط میکنن بین این. نه، ما هرچه اعمال بدی در این دنیا انجام دادیم و مثقال ذره خیرا یره و مثقال ذره شر یره، به اندازه یک مثقال ذره‌ای که کار خیر انجام دادیم پاداش میگیریم، به مثقال یک ذره‌ای که عمل بد انجام دادیم جزایمون رو میبینیم. شفاعت رسول الله، شفاعت شهدا، این یک مسئله کلن جداست، یعنی حساب کتاب رو همه پس میدن. هیچ کس به خاطر خویشاوندی و به خاطر فلان و علان نجات پیدا نمیکنه. نه، همه اونجا پاداش و جزای خودشون رو
خواهند دید. بیننده عزیزی نوشتن در مورد کهف الاحبار و شاه اسماعیل صفوی توضیح بدهید. اینا خب برنامه جداگانه‌ای میخواد. انشاءالله سعی میکنم که در مورد صفویان و خواستن شاه اسماعیل صفوی انشاءالله در برنامه آن روی سکه انشاءالله صحبت بکنم. همچنین در مورد کعب الاحبار صحبت بکنم در برنامه آن روی سکه. این برنامه بیشتر در خدمت شما عزیزان هستیم و پاسخ سوالات و پیام های شما عزیزان رو میدیم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم، امیدوارم جور سلامت باشید با اهل خانواده. سلامت باشید شما. یک سوال بود استاد. بفرمایید. سوالی است که با کدام خیش قوم آدم باید، یعنی فرض است که صله رحم کند، یعنی با کدام، چون بعضی خیشان مثلا دور است، اینا نیکم که با اونا فرض است که صله رحم کنی یا اینا یک توضیح کنید. جزاک الله خیر. چشم در این مورد انشاءالله صحبت خواهم کرد. تشکرش. الله حافظ. تشکرش. دوستان عزیز در کنترل اگر لطف کنن، این واتساپ مثل این که باز دوباره مشکلی داره. دوستان عزیز میگن که تماس میگیریم مشغول نشون میده. این رو یک بار چک بکنن. صله رحم با کیا باید صورت بگیره؟ صله رحم ببینید، ما یک سری خویشاوندان درجه 1 داریم، درجه 2 داریم، درجه 3 داریم و اینها همه مشمول صله رحم قرار می گیرند. پدر و مادر، خواهر و برادر، عمو، دایی، خاله، عمه، اینا که هستن خویشان درجه 1 انسان هستن. هر چقدر که یک خویشی، یک اقاربی، خویشاوندی به ما نزدیکترند، به همان اندازه حقوقشان در جانب صله رحم بیشتر است. مثلا حق پدر و مادر که الله سبحانه و تعالی در آیات متعددی در قرآن کریم و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا ذکر میکنه. بعد از اون خواهر است و برادر است، بعد از اون همسر است و فرزندان است، بعد از اون خاله و عمه و به اصطلاح ماما یا دایی یا کاکا یا عمو و بعد از اون به همین شکل ادامه پیدا میکنه. پسر عمو، پسر دایی، پسر خاله، یعنی تا جایی که شما وابستگی خویشاوندی دارید آنها حق صله رحم دارن با شما. یعنی کسانی که شما با آنها رشته و نسب خویشاوندی دارید، از نسل شما هستند، از نسل پدرتان هستند، از نسل پدر بزرگتان هستند. فراموش کردم بگم پدر بزرگ، مادر بزرگ، یعنی پدر کلان، مادر کلان، اینا هم شامل میشن در صله رحم. خویشان پدر، بعضیا هستن مثلا مادرشون از یک قوم هست، پدرشون از یک قوم هست. همانطوری که شما با خویشان پدرتان باید صله رحم داشته باشید، با خویشان مادرتان که از به اصطلاح از نسل شما نیستن یا از قوم شما نیستن، حق صله رحم دارن که شما باید با آنها این فریضه الهی رو انجام بدید. به همین دلیل انسان باید خویشاوندان خودش رو چه دور چه نزدیک، کسانی که به یک شکلی از جمله اقارب و خویشان ما محسوب میشن، باید با آنها این
حقی رو که الله سبحانه و تعالی گذاشته و حق صله رحم هست رو به جا بیاریم. از آنها دستگیری بکنیم، حالشون رو بپرسیم، باشون رفت آمد بکنیم، نیازهایی که دارن برآورده بکنیم، از ما اگر درخواست شرعی داشتن برآورده بکنیم. به همین صورت باید این وظایف شرعیمون رو در موردشون انجام بدیم. این حق صله رحم است که خاص برای خویشاوندان است. هرچه نزدیکتر حق و حقوقشان بالای ما بیشتر است. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب استاد، خوب هستید ان شاء الله؟ سلامت باشید، الله متعالفتان کند. جناب استاد بسیار بخشش باشه، من چند روز پیش یکی از ویدیوهای آخونده رو دیدم. من یکان همین شبهات در فکرم نه بود، همین آخوندگان ویدیوهایشان با ما که نه درباره همین احادیث می باشه. باز من شما سوال میکنم روزهای جمعه چون که تدریس میکنن بعض وقت و شما در واضح تر بود استاد با شرح بدین. من کوتاه مختصر میگم. جناب استاد در حدیث است در کتاب مسند ابو یعلا موصلی حنبلی درست جلد 8 صفحه 129. جناب استاد موضوع عربیش زیاد است دیگه، من فقط خلاصش براتون میگم که در یک جای می باشه که حضرت عایشه با حضرت صفیه و پیامبر صلی الله علیه و آله می باشه و حضرت عایشه چون میوان سبکتر بوده در شطور مثلا می باشه که وزنش یعنی گرنگ می باشه و از حضرت صفیه چون وزنش قوی یعنی گرنگتر بود اما شطورش لاغرتر بود و پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت عایشه میگه تو در شطور صفیه بالا شو و صفیه شطور دو چون وزن تو کم است و شطور که وزنش کم است دو بالا شو چون معادلات برقرار شود، چون وزن صفیه بیشتر از نسبت به تو در شطور تو سوار شد. باز بگه حضرت عایشه یک چیز همین گپ حضرت پیامبر خوبش نمیخوره و میگه که آیا تو همینجوری آمدن یقول تو علست تو تزم انک رسول الله، آیا تو اون کسی هستی فکر میکنی که پیامبر هستی؟ افهل عدالت، چرا عدالت نمیکنی؟ باز پیامبر رو میگه ورش تبسم میکنه میگه تو شک داری که من پیامبر هستم؟ باز میگه تکرار میکنه که آیا تو شک داری که و میگه تو اون کسی هستی خود رسول الله میگی چرا عدالت نمیکنی؟ و چون پیامبر صلی الله علیه و آله از همه عادل‌تر در اسلام است، چون میدونیم یکی از خوارج زمان پیامبر بود که گفتن که یا محمد ای دلو چرا عدالت نمیکنی؟ باز اصحاب گفتن یا ربی خدا گفیر ما میخواستن چیز کنن، باز پیامبر گفت شما دست برداره بانک بره. باز گفت گروه از مردم نه که مثلا خوارج گفتن نشانه هاشه. خب اون رفت نداره هدف مزید بود که عدالت چون اولین بار یکی از خوارج استفاده کرد علی پیامبر و همین لفظ رکزت داشته و پیامبر استعمال کرده به شأن پیامبر در پیامبریش کدام صدمه میرسه یا نمیرسه. استاد ما در پشت میباشم شما سخنان داده بگیم من بشنم. بسیار خوب. بله این شما میشنوید یعنی قطع نمید. بسیار خوب. ببینید اولا آنچه که در این روایت ذکر میشه این از باب غیرت زن هاست، از باب غیرت زن هاست. طبیعتا ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خیلی در مسائل به اصطلاح با دیگر همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم غیرت داشتن و این به خاطر هرچی که زن شوهرش رو بیشتر دوست داشته باشد به همان اندازه غیرت زن بیشتر می شود. متوجه هستید؟ و این یک چیزی است که به خاطر این حرفی اگر زده میشه یا سخنی اگر زده میشه به معنی این نیست که خدای نکرده طرف به نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم شک داشته یا که به اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر الهی است شک داشته. اگر همچین چیزی می بود آیا الله سبحانه و تعالی راضی می شد که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در نکاح رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داشته باشه؟ امکان نداره، چون الله سبحانه و تعالی نکاح زنی که کافر باشد رو با رسول الله صلی الله علیه و سلم و با هیچ فرد مؤمن و مسلمانی جایز نمیداند. بله راست میگن استاد. باز یک سخن همیشه میگم گرچه ما نمیگم که سخن از ما نقل کنم به شما، چون شخص خودش اصلا ناقل باشه مثلا همین دو نظریه رو مثلا خودش مثلا عدالت بهشون برقرار میکنه که کدام نظریه درست‌تر میه. مثلا چون بعضی وقت شبهات از ما نظر به علمی با جواب بدیم مثلا اگر سرش پیچه و تو به اون شکل مدام خود فطرت آدم نکنه. فقط مزید که مثلا
آره همینجا شما بیان همین زن پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا چون از زنای دیگه پیامبر نبود اما چون حضرت عایشه دارن این کارا میکرد شوفی همین میگیرم چون از دیگه زنای پیامبر این کارا نکرد که طرف حضرت عایشه این کارا که مثلا همین رشک حضرت عایشه میشه در نسبت برکس و اگر به دیگه صورت دیگه بگید که دیگه شأن پیامبریش میگم جدا از شوهر زن بودن یک مقام دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیامبر باید شأن پیامبریش احترام کنه که یعنی از طرف خداوند گپ میزنه از دل خود گپ نمیزنه به خاطر میگه چون دیگه قضیه خویشاوندی باز اگر شأن پیامبر خرابی هم مثلا باز زن لوط مثال میدم جناب استاد که مثلا زن لوط علیه السلام و زن نوح علیه السلام که میگه دو تا زناشون کافر بود اما میگه وار طلاق نه. بله بین قضیه زن نوح و زن لوط، زن نوح علیه السلام چی شد؟ غرق شدن. بله در طوفان غرق شد. زن لوط چی شد؟ بله بله در زیر باران سنگ‌های آتشین نابود شد. ام المؤمنین عایشه صدیقه چی شد؟ هیچ چیز بعد پیامبر خوب سالم بودن. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم طلاق دادن؟ نه خیر. الله سبحانه و تعالی بر پیامبر آیه نازل کرد که ای مؤمنین شما زنهای کافر را در حواله نکاح خود نگه ندارید. درست است؟ آیا اگر که بر اساس آنچه شبهاتی که شیعه مطرح میکنن ام المؤمنین عایشه مثلا علیاذ بالله کافر بود، چون مثال میارن زن نوح و زن لوط رو، آیا بر پیامبر جایز بود که یک زن کافر رو در نکاح خود قرار بدهد؟ بخیر. بله نظر به این آیت درست میاد جناب استاد. اهل سنت گپشون درست است که مثلا ما میگیم استاد با یک قضیه است مثلا میگه جاهد الکفار و یا النبی که میگه یا النبی جاهد الکفار و المنافقین، میگه شما با کافر و جهاد کنید. میگه چرا پیامبر و منافقین جهاد نکرد؟ میگه باز ما که خوان تفاصیل میگه منافقین جهاد فرق میکنه مسلحانه نه باشه، فقط به شکل این باشه وارد سیاست نمیبینی مثلا در کار مهم وارد نمیبینی دست بزنه. درست. میگه جاهد الکفار و المنافقین اردوش مستاخ یک آیت است. درست. ببینید بله ببینید در اینجا که در حدیثی که ذکر کردید شما در اینجا وقتی که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میفرمایند افلا عدلت، یعنی چرا عدالت نمی کنی؟ آیا در اینجا عدالت در حکم پیامبری و امور دین هست، امور قرآن است، امور به اصطلاح شریعت است، یا قضیه عدالت بین دو زن است؟ عدالت بین دو زن است. عدالت بین دو زن است. درست؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد ایشان الله متعال میفرماید از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم که انا بشر مثلکم، من یک بشری مثل شما هستم. رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر الهی بودن، اما چون زندگی ایشان برای ما اسوه است، الگو هست و نمونه است، مثل بشر در بین ما زندگی کردند. همسرانشان غیرت داشتند، حتی همسرانشان گناه کردند، اشتباه کردند، صحابه گناه کردند، اشتباه کردند، حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گاهی اوقات اموری رو انجام دادن در غیر امور به اصطلاح تبلیغ دین که اشتباه بوده. الله سبحانه و تعالی همان لحظه توسط جبرئیل علیه السلام این اشتباه رو درست کرده. مثلا عبس و تولا، عفا الله عنک لما اذنت لهم، همین اموری بود که همان لحظه توسط وحی کنترل میشد، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط وحی کنترل میشدن و معصوم بودن. غیر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیچ کسی دیگری معصوم نیست و امکان داره که از او اشتباهی سر بزنه. غیر از این صدای من را دارید؟ بله. الان میریم تا این لحظه، تا اینجا من با شما
یعنی به طور واقعی زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم، زندگی بین یک زن و شوهری که همدیگر رو دوست دارن، زنی که نسبت به همسرش رسول الله صلی الله علیه و سلم غیرت داره صحبت کردن. الان میریم بحث حدیث رو. درست که این حدیثی که شما ذکر کردید در چه مرتبه‌ای در بین اهل سنت قرار دارد؟ در مورد این حدیث دوستان عزیز اگر این صفحه رو نشون بدن، در مورد این حدیث علما شیخ البانی رحمت الله علیه میگن که هذا سند ضعیف، این سند این روایت ضعیف است به خاطر دو علتی که دارد. اول به خاطر عنعنه ابن اسحاق است، فقط کان یدلس، که در اینجا تدلیس میکرد. دوم دلیل ضعفش سلمه بن فضل است که و هو الابرش، که حافظ ابن کثیر در تقریب میگه که صدوق کثیر الخطا، که انسان صادقی بود اما خطای زیادی داشت. و همچنین حافظ العراقی در تخریج احیاء العلوم الدین میگوید که محمد ابن اسحاق که بود تدلیس میکرد، اخرج ابو یعلا فی مسنده، و همچنین ایرادی که امام غزالی در مورد این حدیث گرفتن و جمله احادیث ضعیف و موضوع این رو ذکر کردن. صحبت دیگری هم دارید؟ بسیار قطع میشه استاد صادق. خب اگر سوال دیگری ندارید با شما خداحافظی بکنیم. من صدام واضح هست، یعنی می توانید در برنامه رو دوباره ببینید. که وقتی که پیامبر شما گفتیم که قضیه مربوط دین میشه دنیا، جناب استاد که اگر مثلا خدا که و ما اتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه یعنی اگر ما مخالف پیام شک شبهه نمیاد، مثلا ما بگیم که این سنت مثلا ببینید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این در امور دین است. این در امور دین است، یعنی آیاتی رو که پیامبر آورده، امور دینی رو که در حدیث پیامبر فرموده، شما اینها را بگیرید قبول بکنید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که در امور دین حلال و حرام قرار داده است شما از آن دوری بکنید. ببینید صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه وقتی که پیامبر یک امری رو میکردن خارج از امور دین، مثلا به طور مثال غزوه بدر رو برای شما مثال بزنم، صحابه آمدن با رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر بزرگوار اسلام گفتن که در اینجا ما قرارگاه خودمان را درست میکنیم. یکی از صحابه آمد گفت یا رسول الله، از انصار بود یعنی منطقه رو بلد بود، یا رسول الله انتخاب این مکان بر اساس وحی الهی است یا نظر شما هست؟ یعنی از نگاه سقلجیشی این مکان را انتخاب کردید یا وحی الهی است؟ فرمودن که نظر شخصی من است. صحابی گفت که یا رسول الله اگر ما برویم و در آن مکان که نزدیک به اصطلاح چاهای بدر بود در آنجا قرارگاه خود را بسازیم، هم مسلط بر میدان خواهیم بود، هم چاهای آب در اختیار ما خواهد بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به صحابی چی فرمودن؟ گفتن که حرف تو درست است. حالا یک انسان مریض، یک شیعه مثلا بیاد اینجا بگه که دوست عزیز شما تلفنتان خیلی مشکل داره یک انسان مریض شیعه بله اینجا صحابی آمد در مقابل حرف پیامبر حرف زد. ببین حرف پیامبر اگر وحی الهی باشد، قرآن کریم باشد، یا دستورات امر و نهی توسط احادیث باشد که آن هم نوعی از انواع وحی است، در اونجا وظیفه مؤمن و مسلمان چی است؟ سمعنا و اطعنا. اما در امور شخصی زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم، مسائل روزمره‌ای که در زندگیشان اتفاق میافتد، اینها همه اینها جزء امور به اصطلاح وحی قرآن و سنت نیست. یک سری از اموری است که جزء مسائل عادی زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم. مثلا یک روزی یک پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابه نشسته بودن خونه حضرت عایشه. حضرت حفصه یک کاسه غذایی فرستاد. حضرت عایشه وقتی که کنیز حفصه را دید که این غذا رو آورده، از دستش گرفت زد به دیوار. پیامبر صلی الله علیه و سلم خندیدن
به صحابه چی گفتن؟ خندیدن و به صحابه گفتن امکم غارت، یعنی مادرتان سر غیرت آمده. این یک چیز طبیعی است که در انسان ها وجود داره. حالا یک کسی بیاد بگه جلوی پیامبر اومد گرفت ظرف طرف رو گرفت شکست. بابا جان تو از پیامبر بیشتر غیرت داری در مقابل دین، در مقابل الله، در مقابل امور به اصطلاح وحی. نه، پیامبر خندید گفت که مادرتان غیرت کرده و این یک امر خیلی عادی است در زندگی، حالا جدا از مشکلی که این حدیث دارد. بله. برنامه زندگی عربی بود، دو علمای عربستان بود گپ می‌زدن، میگفتن اینی همیشه همین کلمه کلاس که تو پیامبر گفت تو فکر می‌کنی پیامبر هستی و این سخن اگر چه سازنده تایشان بود. بله، همین کلیپ رو قطع کردن، همین قسمتش رو آوردن. اگر این حرف از روی انکار نبوت باشد کفر است، از روی انکار نبوت کفر است. اما ایشان از روی انکار نبوت نگفتن. به طور مثال من مثلا به شما بگم که شمایی که ادعا می کنید افغان هستید، آیا غیرت افغانی شما به جوش نمی آید؟ آیا افغانیت شما رو من انکار کردم اینجا؟ بالا مشکل شماست. من تماس رو قطع می کنم اگر که شما دوباره بتونید تماس بگیرید، چون شما دوباره زنگ بزنید. مشکلی در سیستم واتساپ شبکه هست که من ریستارتش بکنم انشالله که این مشکل برطرف بشه. خیلی از مسائل، ببینید عزیزان، مسائل یعنی زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که شیعیان میان این رو به عنوان یک طعن در ام المؤمنین عایشه صدیقه یا در ایمان آنها و در شخصیت ایشان مطرح میکنن، اینها مسائل عادی زندگی یک زن و شوهری دو انسان است. یکی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی دیگر ام المؤمنین عایشه صدیقه. مثل دو تا انسان، پیامبر ملک که نبودن، انسان بودن، مثل دو تا انسان با هم زندگی کردن. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرشته می بودن، ما امروز میگفتیم والا ما که نمیتونیم مثل یک فرشته زندگی بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم زخمی شدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم غذا میخوردن، میخوابیدن، ازدواج میکردن. به خاطر همین است که ولکم فی رسول الله اسوه، الگوی ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بیننده عزیزی نوشتن که شما اهل کدام کشور هستید؟ اهل تاجیکستان، افغانستان، ایران، از هر گوشه ای از این دنیایی که متعلق به الله سبحانه و تعالی است. هر ملک ماست که ملک خدای ماست. دوستی نوشتن که در مورد حزب التحریر نوشتن. ببینید حزب التحریر یک گروه گمراه هستن، یعنی جزء اهل سنت و جماعت محسوب میشن، اما یک سری گمراهی ها، یک سری عقایدی عجق وجقی دارن که یعنی متاسفانه خیلی از گروه ها و تشکیلاتی که در 100 سال اخیر بعد از سقوط خلافت ایجاد شدن در کشورهای اسلامی خالی از اشتباهات و خالی از خطاها نیستن و شعاراتی که دارن شعارات زیبایی است،
شعارهایشان شعار زیبایی است، یعنی احیای خلافت، برگرداندن خلافت، اینکه همه دنیا یک مملکت باشد و یک حکومت باشد و خلافت اسلامی باشد. شعارهای خیلی خوب است، همه مسلمان ها این آرزو رو دارن، اما اینها به خاطر ایجاد این خلافت چیکار کردن؟ در این مثلا چند شاید که بیش از 50-60 سال بیشتر میشه از تأسیس اینا برای ایجاد این خلافت چیکار کردن؟ غیر از این است که آمدن یک حزبی، یک گروه جدیدی در بین احزاب و گروه های مختلف برای خودشون اضافه کردن. وانگهی ببینید عزیزان، امروز یک گروهی بیاد بگه ما خلافت اسلامی میخوایم درست بکنیم. آیا با این وضعیتی که ما در دنیای امروز هستیم، آیا همچین چیزی در این زمان امکان دارد؟ امروز شما 2 تا کشور همزبان، ام مذهب، از یک قوم که هزاران سال در داخل یک مملکت با هم زندگی کردن، افغانستان و تاجیکستان رو، می توانید این رو یک مملکت بکنید؟ امکان ندارد. در این وضعیت فعلی نیاز به این هست که در این مملکت ها به خاطر این هدف و به خاطر ایجاد این وحدت و اتحاد بین امت اسلامی در بین مردم کار شود، آمادگی صورت بگیرد. امروز ببینید مثلا یک بله دوستان عزیز، فکر می کنم واتساپ رو دوباره من فعال کردم. انشالله دوستان که طریق واتساپ میخوان تماس بگیرن لحظاتی بعد میتونن که زنگ بزنن. و به اصطلاح این خواب و خیال یک چیز دیگری است. آره، هر کس میتونه هر طوری که دوست داره شعار بده، آرزو بکنه، اما واقعیت چیز دیگری است. حزب التحریر برای وحدت بین امت اسلامی، وحدت مثلا بین 2 مملکت افغانستان و تاجیکستان در این 5-6 دهه اخیر چیکار کردن؟ عملا هیچ کاری نکردن. از شعار دادن و از این اجتماعات سری و پنهانی و از این تظاهرات و از این چیزا ساخته نمیشه. به خاطر چیزی به دست نمیاد، به خاطر تربیت مردم، به خاطر ساختن مردم چیکار کردن؟ اینش مهم هست. بیننده نوشتن در مورد توهین رایفی پور به ام المؤمنین عایشه صدیقه و حفصه و سیدنا عمر در هفته وحدت. ببینید، از یک طرف میگن هفته وحدت، من بارها گفتم چیزی به اسم وحدت بین شیعه و سنی وجود ندارد. از یک طرف میگن هفته وحدت و از طرف دیگر میگن به اصحاب پیامبر و به امهات المؤمنین توهین میکنن و این چگونه وحدتی است؟ یعنی مثل این میمانه که شما به یک نفر بگید که علیاذ بالله بگید مادرت مثلا فاحشه است، مادرت کافر است، مادرت خیلی انسان بدی است، مادرت اصلا انسان نیست، مادرت وحشی است، مادرت خونخوار، همین تهمتایی که به ام المؤمنین عایشه صدیقه میکنن. بعد همین چیزا رو به مادر شما بگه، بعد از اون بگه که بیا من و تو دوست بشیم، با هم دیگه برادر بشیم، دوست صمیمی باشیم. قبول میکنید شما؟ ما ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را از مادر خودمونم بیشتر دوستش داریم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. پیامبر از نفس مؤمنین برای آنها نزدیکتر است، دوست داشتنی تر است، محترم تر است و همسران پیامبر مادران مؤمنین هستند. یعنی چی؟ همونطوری که پیامبر رو شما از نفس خودتون بیشتر دوست دارید، همسران پیامبر هم مادران شما هستند، مادران مؤمنین هستند، نه مادران منافقین، نه مادران کفار، نه مادران روافض، مادران مؤمنین. الله متعال اینجا کلمه مؤمنین رو ذکر میکنه به خاطر اینکه صفت غیر مؤمن رو اگر خواستید بفهمید، اگر خواستید انسان غیر مؤمن را بشناسید، ترازو کی است؟ ام المؤمنین عایشه صدیقه. هر کس
عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را دوست داشت مؤمن است و هر کس دوست نداشت منافق است و کافر است. این میزان رو قرآن کریم قرار داده، این میزان رو الله سبحانه و تعالی قرار داده. حالا دلشون میخواد که از این احادیث و روایات تا دلشون میخواد بیان اینها شبه پراکنی بکنن، توهین بکنن، اهانت بکنن، اما در مقابل آیات قرآن چی میخوان بگن؟ هیچ فضیلتی ام المؤمنین عایشه صدیقه اگر نمی داشت، همین یک آیه کافی است برایش فضیلتش. مادر بودن، اونم مادر مؤمنان بودن، همسر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بودن، بیشتر از این هیچ فضیلت دیگری اگر نمی داشت حضرت عایشه همین براش کافی بود. و اینا انسان‌های مریض هستن، یعنی شما بخواید نخواید اینا وجود دارن. بیننده نوشتن که آیا عکس گذاشتن در اتاق خواب یا حال خونه اشکالی داره؟ بله، عکس، مثلا عکس خانوادگی، عکس فرزندانتون، عکس خودتون، همسرتون، پدر، مادر، اینها رو گذاشتن در اتاق خواب، در حال، در داخل خونه، این شرعاً جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از این چیز منع کردن و این نیازم نیست که یعنی یک انسان بیاد مثلا عکس یکی از خویشاوندانشون رو، عزیزانشون رو در خونه نصب بکنن. در خانه ای که تصویری وجود داشته باشد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که در آنجا ملائکه داخل نمی شود. یکی از بینندان، حالا شیعه هستن حتما، نوشته بر شتر سوار جنگ جمل لعنت. ببینید الان وقتی که ما میگیم اینایی که ادعای به اصطلاح پیروی از علی میکنن، اینها شیعه علی نیستن، شیعه عبدالله ابن سبع یهودی هستن. بعد ناراحت میشن، میگن که چرا شما به ما توهین میکنید. من در اینجا یک مدرکی رو خدمت شما عزیزان نشون بدم. دوستان این صفحه را اگر نشون بدن، قرب الاسناد هست از شیخ جلیل شیعه عبدالله ابن جعفر حمیری یا حمیری، در صفحه 94 حدیث 318 امام جعفر صادق از امام باقر روایت میکنه که علی علیه السلام لم یکن ینسب احدا من اهل حربه الى الشرك ولا الى النفاق ولكنه كان يقول هم اخواننا بغوا علينا. حضرت علی هیچ یک از کسانی که با او جنگیدن، جمل، صفین، نهروان، هیچ کدام از آنها را به شرک و نفاق متهم نمی کرد، بلکه می گفت اخواننا بغوا علینا، برادران ما بودن که چیکار کردن؟ بر علیه ما بغاوت کردن. روایت دیگر رو در مستدرک الوسائل خدمت شما عزیزان نشون بدم. اینم مستدرک الوسائل از نوری طبرسی. بله، حدیث شماره 12445 صفحه 68 کتاب جهاد از سیدنا علی روایت شده که سئل عن قتل جمل، در مورد کسانی که در جنگ جمل کشته شده بودن از سیدنا علی پرسیده شد امشرکون هم، آیا اینا مشرکین بودن؟ قال لا بل من شرک فروا، بلکه آنها از شرک فرار کردن، یعنی مؤمن شدن، مسلمان شدن. قیل فمنافقون، قال لا، منافقم نبودن. ان المنافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، منافقین الله را ذکر نمی کنن، یاد نمی کنن مگر اندک. قیل فما هم، پس اینا کیا بودن ای علی؟ قال اخواننا بغوا علینا فنصرنا علیهم، برادران ما بودن که بر علیه ما بغاوت کرده بودن و ما بر آنها چی شدیم؟ پیروز شدیم. الان ببینید این حرف علی است. اگر واقعا یک شیعه‌ای که شیعه علی باشه،
باید از علی پیروی بکنه. اما اینها کی هستن؟ اینها شیعیان علی نیستن، بلکه اینها شیعیان عبدالله ابن سبع یهودی هستن که من خدمت شما عزیزان در مورد این فرقه در اینجا بله دوستان عزیز، این کتاب فرق شیعه است. دو عالم بزرگ شیعه نوبختی و قمی نوشته که در اینجا در فرقه شماره 54 فرقه سبعیه که اصحاب عبدالله ابن سبع بودن، اینا کیا هستن؟ اول فرقه قالت في الاسلام بالوقف بعد النبی. اولین فرقه‌ای که بعد از اسلام بالوقف بعد از نبی، یعنی که بعد از پیامبر امامی وجود دارد رو این فرقه ایجاد کردن. و اول من قال منها بالغلو، که در حق ائمه غلو کردن. و هذه الفرقه تسمى سبعیه، که این رو فرقه سبعیه میگن، اصحاب عبدالله ابن سبع، که اینها طرفداران عبدالله ابن سبع هستند. و کان اظهر الطعن علی ابی بکر و عمر و عثمان و صحابه و تبرأ منهم. اولین کسانی که اعلان طعن بر ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه کردند و اعلان براءت کردند. و قال ان علی علیه السلام امره بذلک، میگفتند که حضرت علی آنها را امر به این کار کرده. فاخذ علی فسأله عن قوله هذا فاقر به، حضرت علی رو دستگیر کرد، پرسید که تو این حرف رو میزنی؟ گفت بله. فامر به قتله، پس امر کردن به قتلش. بعد از اون مردم داد زدن یا امیرالمومنین، این از شیعیان شماست، حب اهل بیت داره، ولایت تو رو داره، از دشمنان تو اعلان براءت میکنه. حضرت علی هم چیکارش کرد؟ او رو به مدائن فرستاد. و جماعتی از اهل علم از اصحاب علی علیه السلام میگن که ان عبدالله ابن سبع کان یهودیا، عبدالله ابن سبع یهودی بود. فاسلم و وال علی، ادعای اسلام کرد و ادعای ولایت علی کرد. و کان یقول و هو علی یهودیتی، و وقتی که یهودی بود در مورد یوشع ابن نون میگفت که بعد موسی علیه السلام امام است. فقال في اسلامی بعد وفات النبی صلی الله علیه وسلم فی علی علیه السلام بمثل هذا، بعد از وفات پیامبر در مورد حضرت علی هم امین ادعا کرد. و هو اول من شهد القول به فرض امامت علی، او اولین کسی بود که شهادت داد به فرضیت امامت علی علیه السلام. عبدالله ابن سبع یهودی، این کتاب ما نیست، ما ننوشتیم، خود شیعیان نوشتن. و اظهر البراءت من اعدایی، و اعلان براءت کرد از کی؟ از دشمنان علی. در صفحه 33 همین کتاب دوستان عزیز، و کاشف مخالفیه، و مخالفین حضرت علی رو چی کرد؟ و اکفرهم، تکفیر کرد. فمنها هنا، به همین دلیل است که قال من خالف الشیعه، که مخالفین شیعه میگویند ان اصل الرفض مأخوذ من الیهودیه، که اصل رافضه‌گری از یهودیت گرفته شده. دوستان عزیز، این رو ما ننوشتیم، کتاب خودشان است. فرق شیعه نوبختی و قمی معروف است در نزدشون، خودشون این کتاب رو نوشتن. و اینایی که میان توهین میکنن به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها و دیگر صحابه، اینا شیعه علی نیستن، بلکه شیعه عبدالله ابن سبع یهودی هستن. در کتاب بهارالانوار هم، این هم کتاب بهارالانوارشون، در جلد 25 در صفحه 286 همین مطلب در اینجا هم ذکر شده که عبدالله ابن سبع کسی بود که ادعای نبوت کرد بعدن و ادعا میکرد که امیرالمومنین خدا هست. دوستان عزیز، این در بهارالانوار. تشکر میکنم. فرقه در انوار نعمانیه از سید نعمت الله جزایری، جلد دوم، در صفحه 205 السبعیه. قال عبدالله ابن سبع لعلی السلام انت الاله، تو خدا هستی. و حضرت علی رو به مدائن فرستاد. و قیل انه کان یهودیا فاسلم،
گفته شده است که یهودی بود که ادعای اسلام داد و کان فی یهودیت یقول فی یوشع ابن نون فی موسی. در زمانی که یهودی بود میگفت که یوشع ابن نون بعد از موسی امام است و بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین کسی که اظهار قول به واجب بودن امامت علی را کرد همین عبدالله ابن سبع یهودی بود. دوستان عزیز، این واقعیت این مذهبی است که اینها ادعای پیروی از اون رو میکنن و بر اساس اون میان چیکار میکنن؟ به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توهین میکنن. اینها شیعیان عبدالله ابن سبع یهودی هستند و اینها مسلمان نیستن، یعنی شیعه علی نیستن. شیعیان علی باید پیرو علی باشن. دوستان عزیز، بله از همین لحظه مشکل تلفن ما حل شد. انشاءالله میتونیم تماسهای شما عزیزان رو داشته باشیم. سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید دوست عزیز، لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد مهربان، خیلی با شما دشوار است تصمیم گرفتن. البته سوال همین بود استاد، در قرآن که سخن الله است در وی هیچ شک نیست و در اونجا الله میفرماید که رضی الله عنه و رضوا عنه، یعنی که آیا با این آیت و دیگر آیاتی که با حضرت پاک بودن حضرت عایشه هم آیت روان میکنه پروردگار، آیا شیعیان بر این آیت قرآن بر این سخن خدا چی گفتنی هستن؟ یعنی این رو هم قبول ندارن؟ قبول ندارن، تعویل میکنن. ببینید حماقت این مردم خیلی عجیب است. خب آیه‌ای که میگه الذین جاءوا بالافک، کسانی که تهمت زدن، تهمت افک رو، یعنی به حضرت عایشه تهمت زدن، الذین جاءوا بالافک، برید تفاسیر شیعه رو بلا استثناء بخوانید، همهشون در زیر این آیه میگن که کسی که تهمت زد عایشه بود که بر یکی از همسران پیامبر تهمت زد. انقدر احمق هستن که الذین در عربی به جمع خطاب میشه، کسانی که، اگر کسی که تهمت زده بود حضرت عایشه بود، خب در اونجا باید میگفت الذی، کسی که تهمت زد. انقدر اینا احمق هستن که آیات قرآن رو هم تعبیل میکنن بر حسب هوا و هوس خودشون. و بر آیاتی که نسبت صحابه هم یعنی اومد راضی خود الله بر اونها نسبت بر این آیات چی میگن؟ میگن که اول راضی بود بعدا ناراض شد. جزاک الله خیر. من در این فکر همین سوال در همین تعجب دیدم که اگر رفت شیعیان در هر حدیث و در هر چیزی که دیگرگون کنن آیات قرآن دیگرگون کردن نباید این کار. اگر پس چگونه نمیتوان گفت که شیعیان که سخن الله عرب میکنن اینها رو من نمیفهم. بعضی علما به این نظر هستن که شیعه را کفر گفتن. من منظورم شیعه رافضی هستن که توهین به اهل اصحاب و خود مادر المؤمنین میکنن. همون رو من در نظر. ببینید اجماع علمای اهل سنت بر این است که کسی که ام المؤمنین عایشه صدیقه را متهم بکند این انسان کافر است. میخواد شیعه باشد، میخواد اثناعشری باشد، میخواد هر کسی که باشد. اجماع اهل سنت است در این، چون متهم کردن ام المؤمنین عایشه صدیقه انکار آیات قرآن است. من یک مثال بزنم برای شما. من به یکی از آخوندهای شیعه بحث میکردم در حرم با این، گفتم که الله سبحانه و تعالی میگه که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. گفت بله، در اون موقعی که بیعت کردن الله از اونها راضی شد، اما بعدن که آمدن ولایت علی رو انکار کردن از الله از آنها راضی شد، ناراض شد. گفتم میبخشید، الله سبحانه و تعالی در ادامه همین آیه میگه که فعلم ما فی قلوبهم، الله دانست چی است در قلبهای آنها. الله میدانست که در قلبهای صحابه چی است. الله میدانست که صحابه هم امروز ایمان دارن، هم فردا ایمان خواهند داشت و ایمان از دنیا خواهند رفت. به خاطر همین از آنها اعلان رضایت کرد. آیه را اگر دوستان نشان بدن، آیه اینطوری است که الله متعال میگه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم
فانزل السکینة علیهم و اثابهم فتحا قریبا. به راستی که الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردن خوشنود شد، آنچه که در دلهایشان بود را دانست، لذا آرامش را بر آنها نازل کرد و پیروزی فتح نزدیک را به آنها پاداش. گفت تو فردا بیا. گفت باز من اینجا برای تو ثابت خواهم کرد. اما که رفت تا امروز هم منتظرش هستم، نیامده. خودی یگون گروه و یگون قوم در خودی شیعیان هست که اهل سنت اون را قبول داشته باشد. در بین شیعه گروهی هست که اهل سنت آنها را قبول داشته باشند؟ بله. شیعیان زیدی هستن. شیعیان زیدی هستن که به صحابه توهین نمی کنن و به امات المؤمنین توهین نمی کنن. اینا نزدیکترین فرقه شیعه به اهل سنت هستن. استاد من فکر میکنم شیعه یافت نمیشود که شیعه نباشد و مگر شیعه نیست کسی که خودی علی رضی الله عنه را از پیامبر افضلتر میدونن. اکثر من فکر میکنم خود شیعیان. درست، اکثرا اینطوری هستن. بله. پس در این صورت معلوم میشود که دینش این رویه شیعیان خیلی الله خودش دوناست که نمیفهم تا کدوم اندازه. الله متعال هدایتشان بده برادر عزیز. جزاک الله خیره. جزاک الله. حیاکم الله. زنده باشید. عزیز اینجا نوشته در یوتیوب که به خاطر اینکه عایشه رضی الله تعالی عنها به پیامبر صلی الله علیه و ای محمد آیا واقعا گمان میکنی که پیغمبری؟ همچین حرفی نزده. یعنی تویی که ادعا میکنی که پیامبری، این انکار نبوت نیست. وانگهی ما اگر مثل شما فکر ما مریض باشد که با هر کلمه جمله رو بیایم تغییر بدیم، تحریف بکنیم و تهمت کفر و به اصطلاح خارج شدن از اسلام رو به اهل بیت و صحابه بزنیم، اینجا در کتابای خودتان من خدمت شما نشون بدم. ببینید این کتاب سعد سهود است از ابن طاووس، یکی از اسطوانه های دینی و علمی شیعه که به نام رضی الدین علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن طاووس معروف است. اینم خودشون چاپ کردن، ما چاپ نکردیم. در صفحه 345 در اینجا میگه وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد گفت که حضرت علی رو، میبخشید دوستان عزیز، صفحه رو من دوباره خدمت شما عزیزان باز بکنم. بله، در اینجا میگه وقتی که پیامبر اومد به حضرت علی گفت که حضرت علی اومد دید که پیامبر داره با حضرت عایشه نماز میخونه. 3 روز از اسلام گذشته، از بعثت پیامبر گذشته بود. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به حضرت علی گفت که ای علی بیا مسلمان شو، بیا این دین رو قبول بکن، حضرت علی چی گفت؟ گفت که ان هذا الدین یخالف دین ابی و انا انظر فی. این دین مخالف دین پدر من هست. یعنی چی؟ این دین رو من قبول نمی کنم چون مخالف دین پدر من است. یعنی در اینجا ادعا میشه که حضرت علی بت پرست بوده. در اون موقع در زمان بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی بت پرست بوده. فقال له رسول الله انظر واکتم یا علی، خلاص برو فکراتو بکن لکن پنهان بکن، به کسی نگو. فکتم علیه یومه ثم آتاه فآمن به و صدقه. یک روزی رفت و پنهان کرد و فکر کرد و بعدن آمد چی کار کرد؟ ایمان آورد. یعنی الان شما مثلا در اینجا بر اساس این روایتی که در خود کتاب شیعه صفحه 345 در سعد السعود از ابن طاووس شیعه در اینجا میگه که یعنی حضرت علی قبل از چیز بت پرستی میکرده. دین پدر، دین آبا یعنی چی؟ دین پدران اهل مکه در قبل از اسلام چی بود؟ بت پرستی بود. پس این روایت کل مذهب اینها رو از بیخوبون میکنه. ولایت تکوینی و نمیدونم ولایت که حضرت علی داشته و فلان، همه اینا رو از بیخوبون میکنه. یعنی ببینید
وقتی کسی که خانه از میگن از شیشه از خانه مردم رو به سنگ نمیزنه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد درباره همین اردوغان صحبت میکرد. همین آدمی مثلا در حق اسلام خدمتگار است یا که در خیر؟ برادر عزیز شما تاجیک هستید درست؟ الله سبحانه و تعالی میگه که قو انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی اردوغان آدم خوب است یا آدم بد است چه دردی از شما رو دوا میکنه. شما باید به فکر این باشید که رحمانوف آدم خوب است یا آدم بد است با کارهایی که داره در تاجیکستان انجام میده. مثلا شما فکر کنید الان هزاران نفر تاجیک در ترکیه در سایه حکومت اردوغان زندگی میکنن، به حجاب زنش کسی کار نداره، به ریشش کسی کار نداره، درس قرآن میخوانه کسی کار نداره، مدرسه دینی میخوانه کسی کار نداره، 5 وقت نماز رو در مسجد بخوانه کسی کار نداره، کودک 1 ساله 2 ساله 10 سالهش به مسجد ببره کسی کار نداره. درست؟ الان عده‌ای از جوانان احمق تاجیک پیدا شدن، به جای اینکه فکر به حال تاجیکستان بکنن که در اونجا یک طاغوتی حکومت میکنه که مردم رو مسجد رفتن نمیگذاره، جوان قبل از 18 سالگی مسجد رفتن نمیتونه، زنش رو اجازه نمیده که روسری بپوشه، حجاب بپوشه، خودش رو اجازه نمیده که ریش بگذاره، اونو ول کرده، رها کرده، چسبیده به این که اردوغان خوب آدم است یا بد آدم است. حالا اردوغان اگر خوب بود چه دردی از تاجیکستان دوا میشه، اردوغان اگر بد بود چه دردی از تاجیکستان دوا میشه. این فکر، این افکار رو کی در بین جوانان عزیز تاجیکستان چیز میکنه؟ همین گروه های تکفیری و داعشی و اینها، چون که شما را از اصل قضیه تاجیکستان، از کشور خودتان منحرف بکنه، شما را به دنبال این بکشانه که والله اردوغان چطوری است و نمیدونم فلانی چطوری است و فلانی چطوری است. دوست عزیز به فکر خانواده خودتان باشید، به فکر مملکت خودتون باشید، به فکر اطرافیان خودتان باشید، مردم رو به دین دعوت کنید، مردم رو اصلاح بکنید، عقیده مردم رو درست بکنید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله متعال حال هیچ قومی را تغییر نمیدهد تا که حال خودشان را، درونشان را خودشان تغییر بدهند. صحبت دیگری دارید؟ بله استاد، یک سوال دیگه. بفرمایید. سلام علیکم استاد. همین کلمه استغفرالله، همین درستیش خیلی استغفرالله یا که استغفر الله؟ استغفر الله. استغفر الله. بله استغفر الله. سلامت باشید، رحمت. زنده باشید برادر عزیز، الله متعال حفظتان کنه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام جناب استاد، وقت شما بخیر. سلامت باشید، بفرمایید. زنده باشید. من از اول برنامه براتون وایس گذاشتم و لازم نمیبینم مجددا تکرار کنم. اگر همون وایس رو پلی کنید من دارم لایو از یوتیوب نگاه کنم. ممنون شما. والا انقدر پیام اومده که ما در بین این پیام ها شاید نتونیم پیدا بکنیم. بفرمایید، خیلی کوتاه و مختصر، دقایق پایانی برنامه است. سوال در مورد معراج و اسراء هست، اگر درست تلفظ کرده باشم. اگر در اون خصوص یکم معلومات بدید و اینکه جناب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مستقیما با خداوند آیا صحبت کردند یا نه؟ باشه، چشم. مرسی. تشکرشم. اسراء و معراج، سفر اسراء یعنی از مکه تا مسجد الاقصی در بیت المقدس فعلی در فلسطین، رسول الله صلی الله علیه و سلم سفر کردند در پاسی از شب، یعنی در جزئی از شب، و از آنجا با آسمان هفتم توسط براق همراه جبرئیل علیه السلام سفر کردند که این رو معراج میگن. و در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم با الله سبحانه و تعالی صحبت کردند، جنت و دوزخ رو دیدن، نماز در اونجا بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بر امتش
فرض شد با انبیای الهی ملاقات کردن و یک سری واقعیت هایی که در سوره اسراء و در احادیثی که مرتبط با این موضوع هست ذکر شده. تشکر میکنم از تک تک شما بینندگان عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان را به الله سبحانه و تعالی میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني